تو خوابیدی ولی مغزت بیداره، داره دنیایی میسازه که توش میدوی، میترسی، میخندی، حتی چیزایی رو میبینی که هیچ وقت وجود نداشته. ولی چرا مغزمون این کارو میکنه؟ چرا این همه انرژی میسوزونه برای یه داستان خیالی؟ کسی چه میدونه، شاید همین الان هم توی یک رویا باشی. شاید تو هم همچین خوابی رو دیدی که وسط یه مهمونی با همکارت که سالهاست ندیدیش نشستی و ناگهان متوجه شدی که دارید با هم ژاپنی حرف میزنید، ولی هیچ مشکلی هم برای فهمیدن نداری. به نظر عجیب میاد ولی توی خواب همه چیز برات عادی و نرمال بوده. هزاران ساله که انسان دنبال جواب این سواله که چرا خواب میبینیم. مصری‌ها میگفتن خواب پیام مستقیم خدایانه. یونانی‌ها باور داشتن روح شبها از بدن جدا میشه. تو ایران باستان خواب میتونست پیشگویی از آینده باشه، تا اینکه تو قرن 20 فروید گفت رویا جاده‌ای مستقیم به ناخودآگاه توئه. حالا این وسط علم مدرن چی میگه؟ مغز ما چرا هر شب یه فیلم تخیلی برامون پخش میکنه؟ سال 1950 آزمایشگاه‌های خواب یک کشف عجیب کردن. تو بعضی لحظه ها زیر پلک بسته چشممون شروع به حرکت سریع میکنه که بهش رم میگن یا همون رپید آی موومنت. تو این مرحله قلب سرعت میگیره، تنفس نامنظم میشه و مغز دقیقاً مثل وقتی که بیداریم فعال میشه. اینجا دقیقاً همون مرحله‌ایه که بیشتر رویاهامون ساخته میشن. اما قبل از اینکه وارد خواب رم بشیم، مغز ما 3 مرحله دیگر رو رد میکنه. مرحله اول مرحله خواب سبک، همون لحظه هایی که حس میکنیم از ارتفاع افتادیم و ممکنه یهو از خواب بپریم. مرحله دوم مرحله‌ایه که فعالیت مغز کم میشه و قلب کنتر میزنه. مرحله سوم مرحله خواب عمیقه. اینجاست که بدن و مغز اتفاقات و خاطرات روز رو مرتب میکنن و بالاخره میرسیم به مرحله رم، مرحله‌ای که قشر بینایی مغز و مراکز احساسات فعال میشه و ماجراهای عجیب غریب شروع میشه. جالبه بدونید که توی این مرحله فعالیت مغز گاهی بیشتر از بیداری هم میشه. اما در کل سوال ما اینه که چرا اصلا خواب میبینیم؟ برای جواب این سوال 3 نظریه داریم. اولیش پردازش و مرتب کردن حافظه است که به ما میگه مغز ما مثل یک تدوینگر خستگی ناپذیر خاطرات و اتفاقات روز رو میبره، به هم میچسبونه و ذخیره میکنه و حتی ممکنه خیلی هاش رو هم پاک کنه و از ذهنمون بیرون کنه. مرحله دوم تمرین بقاست که از اجداد غارنشینمون به ارث بردیم. تمرین بقا در خواب یعنی مغز توی رویا مثل یک شبیه ساز عمل میکنه و موقعیت‌های خطرناکی مثل حمله، سقوط یا تعقیب و گریز رو توی محیط امن برامون بازسازی میکنه تا واکنش‌هامون رو تمرین بدیم. دقیقاً مثل خلبانی که با یک شبیه ساز پرواز آموزش میبینه بدون اینکه واقعاً سقوط کنه و بهش آسیبی برسه. جالبه بدونید سال 2009 طبق تحقیقاتی که دانشگاه هاروارد انجام داد، افرادی که بعد از تمرین یک مهارت خوابیده بودن و خواب اون مهارت رو دیده بودن، فردای اون روز خیلی بهتر توی اون مهارت عمل کردن. درست مثل تمرین توی یک دنیای مجازی. مطمئنم همتون حداقل یک بار هم خواب تعقیب و گریز و فرار رو دیدید. این دقیقاً برمیگرده به همون تمرین بقایی که قبلا راجبش حرف زدیم. نظریه سوم اما تنظیم احساساته. بعد از یه روز سخت خواب میاد و مغزمون رو سر و سامون میده، استرابمون رو کم میکنه تا برای فردایی آرومتر و منطقی‌تر آماده باشیم. و اما یه نظریه چهارم هم وجود داره. شاید خواب دیدن اصلا دلیل خاصی نداره و فقط محصول جانبی خلاقیت بیپایان مغزمونه. اما با همه این چیزایی که توضیح دادیم، سوالی که میمونه اینه که چه اتفاقی میفته که عجیب ترین صحنه ها تو خواب برامون انقدر عادی هست. وقتی خوابمون وارد مرحله رم میشه، یعنی همون مرحله‌ای که چشم‌ها زیر پلک سری تکون میخوره، بخش آمیگدالای مغز که مسئول تصویرسازی و هیجاناتمونه به همراه قشر بینایی مغزمون فعالیتشون چند برابر میشه. ولی بخش منطقی و کنترلگر مغزمون یعنی قشر پیش‌بینی فعالیتش به شدت کم میشه. این تغییرات باعث میشه مغز خاطرات و حس‌ها و تصویرهای پراکنده‌ای که تو ذهنمون هست رو با هم قاطی کنه، حتی اگر هیچ اتفاق منطقی بینشون نباشه. به همین دلیله که وقتی میبینی با سیدنی سوینی نشستی روی یک پرتقال بزرگ و داری راجع به آخرین اثر مسعود دهنمکی به زبون ژاپنی بحث میکنی، تعجب نمیکنی و کاملا همه چیز برات نرماله، چون فیلتر منطق توی مغزت یه جورایی از بین رفته. اما با وجود تمام این اتفاقات، خیلی از
آدما فکر میکنن که اصلاً خواب نمیبینن، ولی اینو بدون که مغزت هر شب این فرایند رو تکرار میکنه و تو هر شب خواب میبینی، فقط بلافاصله بعد از بیداری فراموشش میکنی. رویاها فقط برای بقا نیستن، برای خلاقیت هم هستن. خیلی از ایده های بزرگ تاریخ تو خواب جرقه خوردن، مثل شیمیدان روس مندلیوف که جدول تناوبی رو تو خواب دید، یا پل مکارتنی که ملودی قطعه مشهورش یعنی یستردی رو صبح بعد از یک خواب در ذهن داشت. حالا با این همه آزمایش ها و تئوری ها، شاید سوال مهم این باشه: نکنه همین الان در یک رویای طولانی در حال زندگی کردنیم؟ حتی وقتی از خواب بیدار میشیم و پا روی زمین میذاریم، هیچ تضمینی نیست که واقعا از رویا بیرون اومده باشیم. شاید همین زندگی فقط یه پرده طولانی تر از رویایی باشه که هنوز پایانش نرسیده. شاید تمام خاطره ها، چهره ها، مکان هایی که میشناسیم بخش هایی از یک داستان ذهنی باشه. سوال اینه: اگر درون یک رویا زندگی میکنیم، چطور میتونیم بیدار شیم؟ و اصلا آیا باید بیدار شیم یا ادامه بدیم؟ تو هم توی کامنت ها برام بنویس آخرین خوابی که دیدی چی بود، و اگه بفهمی الانم توی خوابی، اولین کاری که میکنی چیه؟ مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب شما انرژی مضاعفی برای ادامه این مسیره. دمتون گرم.